تابوت ابراهیم رئیسی و 7 همراهش در شهر تبریز. هزاران نفر برای ویدا با آنها به کوچه ها برآمدند. این تابوت ها را از تبریز به قم و سپس تهران و مشهد خواهند برد، جایی که روز پنجشنبه مراسم خاکسپاری در نظر است. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری هشتم ایران روز 19 می هنگام برگشتن از مرز آذربایجان در نتیجه افتادن چرخبال جان باخت. او 63 سال داشت. شخصی که محافظه‌کار تندرو بود و طرفدارانش خدمتگار مردم می‌دانستند، ولی مخالفانش قصاب تهران نام می‌بردند. همراه او در چرخبال حسین امیر عبداللهیان وزیر کارهای خارجی ایران و 6 نفر دیگر بودند. همه آنها نیز جان باختند. پاره‌های چرخبال و جسدها را روز 20 می در یکی از جنگلزار ولایت آذربایجان شرقی یافتند. گروهی از مردم که خود را جبردیده رژیم جمهوری اسلامی و به خصوص حکومت رئیسی می‌دانند، آتش‌پرانی و ابراز شادمانی کردند. حالا محمد مخبر رئیس جمهوری موقت ایران شده است و تا این دم معاون اول ابراهیم رئیسی بود. بر پایه قانون اساسی ایران در 50 روز آینده انتخابات پرزیدنتی برگزار خواهد شد. انتخاباتی که به قول بعضی از تحلیلگران دیگرگونی‌های بزرگی در ایران نخواهد آورد.